بیناموسه. قربونتون برم، شب و روز همتون خوش. خواستم بگم امیر منتظر همون اشتباه رو نکنه، یعنی با تنفر انتقاد نکنه، با بی احساسی بهتره بگم. مرسی، این ممنونم. شیلا میخواستی آقای صحبت امید بکنی؟ عزیز، البته آره ببین من اصلا اگه میشه مدیریت بلد نیستم، فقط الان اومدم وسط چون فرمان روام اومد. ولی بعدش دیگه خودت شیلا اگه ممکنه یا امیر خودتون مدیریت بکنید که دوستان دیگه هم صحبت چشم بکنن. بسپرید به ولی آقای شیلا منتظر. بفرمایید خودتون مرسی، شروع کنید چشم، و بعدم دیگه خودتون دوستان رو، خیلی چون من ممنون. واقعا بلد نیستم و بی سوادم توی مسئله. شما مرسی. عزیزید، شما نفهمید. خانم شیلا فقط یه فایل میخوام شما منو بله همراهی کنید تو اون فایل، بعدش حتما باشین ها. باشه هستم. نه من یکم مریض احوال هستم ولی هستم کنارتون. من فقط به خطاب جناب آقای فخرایی عزیز بگم که آقای فخرایی 3-4 سال پیش که خب میدونید که ما از 3-4 سال پیش فعال بودیم دیگه، آقای بهشتی به نام روشنفکر مستقل در قالب پادشاهی خواهی که از اونا که بهش میگن شاه اللهی ها، از اون یعنی از اون ور دیوار افتاده بود پایین، در اون قالب نقش خودش رو بازی میکرد. یه چیزی حدود 1 سال تمام اتاق میزد به نام روشنفکر مستقل. 20 نفر 30 نفر دورش جمع میشدن و شدید، یعنی عشق و علاقه ای که یه جوری با عشق و علاقه از شاهزاده صحبت میکرد که مثلا منی که نقد داشتم به شاهزاده، چون شما میدونید من پادشاهی خواه نیستم، جمهوری خواهم، منی که نقدم رو میخواستم برم بگم تو اتاقش، ایشون حتی ممکن بود حمله کلامی بکنه، اجازه نده. مگر میشود که یک انسانی سلطنت طلب، شاه اللهی whatever هر چی که شما اسمشو میذارید باشه، بعد بیاد 2 سال بگذره نقابه بیفته یه نقاب دیگه بذاره رو صورتش، بعد الان به قول خود شما از صحبت شما وام میگیرم با این نفرت صحبت بکنه، انگار مثلا بیتریت شده خودش یا پدرش از طرف این خاندان. I don't know که چه اتفاقی افتاده، ولی این که شما 1 سال خورده یه نزدیک 2 سال خودت رو پادشاهی خواه نشون بدی، عاشق و شیفته این خاندان نشون بدی، و چجوری میشه که یهو از اون مسیر برگردی به مسیری که بیای و اعلام کنی توی چند تا اتاق؟ من صدای ایشون رو دارم. آقای فخری اعلام کرده که من اصلا اومدم توی این فضا که ام، ام، رضا پهلوی رو تخریب بکنم. من برای تخریب رضا پهلوی اومدم و خدا شاید اینو گفته، هم میدونن، هم شنیدن. وقتی طرف خودش داره اینو میگه، قبلا هم عاشق و شیفته پادشاه خودش رو جلوه میداده، اگر شما ایشون رو پروژه نبینید من شما رو ساده یعنی خیلی ساده انگاری کردید. چون مثلا من نوعی 4 سال تو این فضا هستم، اگه مثلا 2 سال 3 سال میگفتم آقا من متنفرم از خامنه ای، از جمهوری اسلامی، و همه اینو شنیده بودن، بعد امسال بیام در واقع در وصف خامنه ای شعر عاشقانه بگم، شما چه فکر راجع به شخصیت من میکنید؟ مگه میشه چنین چیزی اصلا؟ پس اگه من چنین کاری کردم به منم بگید پروژه. قطعا شک نکنید که من پروژه هستم. اگر البته شیلا جان ببخشید، هم میشه هم جامعه بهش اقبال نشون میده. حالا آقای رسولی که مثلا صبح برای مقام عظما حاضر جون بده، شب فوش میده، وقتی مخاطب داره یعنی جامعه هم اقبال داره به نه این یه چیزی بگم، آخه نه ایشون فرما. قصهش فرق میکنه. ببینید ایشون 3-4 سال 3 سال موزش یه چیز بود و خب شرایط خانوادگیشون یه سری شرایط بوده، یه چیز دیگه بوده. بعدم آدما میتونن عوض بشن، بیان سمت مردم بیستن دیگه، کارهای بد دست بردارن یا افکاری که منفی بوده یا به سمت مردم نبوده دست بردارن بیان سمت مردم دیگه. مثلا یه جاهایی میبینید ظلم انقدر زیاد میشه که طرف میگه آقا دیگه اصلا زشته که من سمت حکومت بیستم، مثلا زایه است، نداریم. یا اصلا ممکنه که مثلا چه میگن دست طرف زیر تیغ بوده، بعد اون شرایط خانوادگیش تغییر کرد، الان میتونه دهان رو باز کنه و حرف دل رو فریاد بزنه. آقای رسولی و الان هم میزنه، اشکالی هم نداره. هر کسی میتونه به سمت مردم بیاد در هر زمانی و حرف دل مردم رو بزنه، این خیلی هم خوبه. ولی اینکه شما از عاشق
پهلوی بودن برسی به کسی که میای اعلام میکنی من میخوام تخریب بکنم. This is the other way around. این کاملا متفاوته با این چیزی که ما داریم بهش فکر میکنیم، چون سمت مردم اومدن یه قسمت آدما تغییر میکنن به خاطر اینکه ظلم رو میبینن، ستم رو میبینن، در واقع نمیتونن دیگه سکوت بکنن در قبال ظلم و شرایط خانوادگیشون هم تغییر میکنه، بنابراین میتونن دیگه فریاد بزنن دیگه. کسی نیست که مثلا داخل ایران فور اگزامپل یه نفر باشه داخل ایران از عزیزانشون دچار خطر بخواد بشه، بعد ما بخوایم مثلا مدل رفتارمون تغییر بدیم به خاطرش، بعد دیگه وقتی کسی نباشه میتونیم راحت بیایم حرفامون رو بزنیم. این یه اگزمپله. ولی مثلا طرف بیاد 2 سال 3 سال هی ما رو هم تازه بکوبه بگه چرا نقد میکنی شاهزاده. خب من اون موقع خیلی نقد میکردم شاهزاده رو و چون میدیدم کورکورانه خیلی از شاه‌اللهی‌ها خیلی رفتارای انجام میدن که درست نبود، ولی الان میبینم اونی که خودش رو شاه‌اللهی میدید معرفی میکرده شده نفرت اللهی نفرت داره از شاهزاده. بعد ببینید وقتی اعلام میکنه برای تخریب اومدم و تمام فوکس و تلاشش تو این فضا پروموت کردن مزخرفات پومپو هست. پومپو هم ما میدونیم که یک مهره‌ایه که در خدمت فعلا رجبی قرار داره و خبرم ما نداریم که با اون اپوزیشن جمهوری اسلامی چه خوابی میتونه برای ایران دیده باشه. داریم میبینیم وضعیت دیگه. بعد میاد با اونو مثلا بزرگ میکنه که بعد بیاد مثلا شاهزاده رو زیر سوال ببره در زمانی که مثلا من زبان انگلیسی رو از زبان مادریم شاید قشنگتر درک میکنم، برام آسون تره. خب بعد میاد اونو کلمه هایی که پومپو به کار برده رو که 5 ثانیه هم نمیشه که اصلا بخواد راجع به شاهزاده پهلوی، تازه راجع به بعضی از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی داره حرف میزنه، اونو میاد بولد میکنه، معنی انگلیسیشو تغییر میده، اینترپریتیشن خودش رو استفاده میکنه، بعد میاد اتاق میزنه ساعت ها. مگه میشه که یک انسان 24/7 توی فضای کلاب هاوس باشه؟ ببینید شما خارج از کشور زندگی میکنید، شما میدونید من چی میگم. ما باید کار کنیم اینجا، ما نمیتونیم کار نکنیم مگه اینکه یه ثروت بالا برده رو واسه خودمون برده باشیم اونجا بشینیم کار نکنیم با پولش لذتش رو ببریم. یکی میبینی 24/7 اینجاست و داره میگه من اومدم برای تخریب. خب شغلته دیگه عزیز من، عزیز برادر، شما شغلته. شما میگی اومدم برای تخریب، 24 ساعت هم داری توهین میکنی، بیادبی میکنی، ناسزا میگی، تهمت میزنی، حرفای زشت میزنی، حرفای ناموسی میزنی، زن و بچه و خانم و همه چیز شاهزاده رو میبری زیر سوال. بعد اون وقت ما فکر نکنیم خدای نکرده شما فان میگیری. خب با خیلی ما خنگ من خودمو میگم من خیلی با خنگ باشم شک به شما نکنم. شکو که باید بکنیم که من خودمو اگر بخوام تعجل و من سوال نیارم جلو قصه که شما چجوری از شاه اللهی رسیدی به نفرت اللهی شاهزاده، این خیلی جای سواله. این آقا از من متنفر، منم از ایشون متنفرم. چرا؟ چون ما همو میشناسیم، چون من با ایشون از 4 سال پیش تو کلاب هست بود، منم بودم. بعد میدونه که من میدونم، میدونه که اتاقاش هم میرفتم پایین میشستم گوش میدادم، همه گذشته‌ش هم میدونم، اتاقاش رو میدونم، حرفاشو یادمه، حرفاشو داریم، خیلی از اتاقاش رکورد کردن دوستان داریم ما از 3 سال پیش. بنابراین دوست نداره با من یه جا قرار بگیره بیادبی میکنه، شلوغش میکنه، میذاره میره. چرا؟ چون من کوشن میارم براش، سوال ازش میپرسم یعنی چجوری شما چرخش این مدلی داشتی؟ چجوری ما مثلا نمیدونستی این چیزایی که الان راجع به شاهزاده میگی رو مثلا 2 سال پیش نمیدونستی، یا راجع به خانواده‌اش؟ خیلی جالبه دیگه، یه ذره فکر کنیم به این چیزا. خیلی ممنونم. ببخشید آقای منتظر، من چون خورده از سرفه دارم و نفسم خیلی اذیت داره میشه، امید عزیز رو همراهی میکنید در جهت مدیریت بله اتاق. ممنونم. بله، خیلی ممنون خانم شیلا، متشکرم از شما. یه جمله خیلی جالبی هم که گفتید واقعا درسته، این که آقا چرا قبلتر مثلا الان آقای شاهزاده خب خیلی سالها هست ساخته میشه، چرا الان این تو این بزنگاهه خیلیا میان انتقاد میکنن؟ البته من حس میکنم در مورد بهنام بهشتی بیشتر اینه که زدن آدمای بزرگ یه آدم کوچیک رو میتونه مطرح بکنه، مثل ماهای جمع بشیم دور هم بگیم آقا این چرا این اظهاراتو داشت، چرا اینجوری صحبت کرد، در صورتی که ایشون خیلی جالبه تو استیجایی که داره و
هدایت میشه توسط یه سری آدمای خاصی هست تو این فضا که اصلا خودشون ماهیت امنیتی بودن یا عادی بودنشون مشخص نیست، موهومه. یعنی آقای وظیفه شناس الان خودش بهش نقد خیلی زیاد وارد هست و حالا صحبتایی هم در موردش همیشه شده دیگه. این چند سالی که ما تو کلاب هاوس بودیم همیشه در مورد آقای وظیفه شناس صحبت کردن که آقا یه نیروی امنیتی هست یا ارتباط حکومتی داره. به هر حال حالا این دیگه با خود ایشون. ولی اینکه یه نفر میاد از یه تاریکی که من وقتی سرچ میکنم اسم ایشونو هیچ جا نمیبینم که مثلا یه کنشی داشته باشه، یه فعالیتی داشته باشه جز این کلاب هاوس. ایشون یه آدم کاملا نونیمه و خیلی جالب بود. من چند وقت پیش صفحه اینستاگرام ایشون هم دیدم یه تعداد خیلی کمی از فالوور دارن و به قول معروف، حالا این البته به خاطر شخصیت مستبدی که داره ایشون اجازه نقدم به هیچ کس نمیده در مورد خودش، ولی این آدم کلنگ نقد و در حقیقت وارونه میزنه به بدنه کسایی که حالا دنبال این هستن که آقا یه تغییر ایجاد بکنن به هر نحو ممکن. و اتفاقا تو صحبت متعادل آقای پهلوی این هستش که آقا ما باید کاری بکنیم اتحاد بین مردم افزایش بدیم. این چی رو داری میزنی آقای بهنام بهشتی؟ شما داری اتحاد مردم رو میزنی. شما یه شخص و دو شخص نه، هم آقای مشکلت نیست. بهنام بهشتی هر کسی رو کسی که میزنه که سپاه پاسداران رو میخواد تحریم کنه. آقای امیر منتظر، من اینو توضیح میدم اجازه من بدید حالا چون به تایم هر جهت ندارم ببین، خب بعدا، حالا ولی این خیلی میگم حالا مهمه. خیلی درود و عرض ادب. ببخشید من با صورت طبق بیادبی هم میشم وقتی مایک بسته است وارد بحث میشم، چون فکر کنم تقریبا همه رو استش صحبت کردن. درود میفرستم اگه اجازه داشته باشم آقای صفحه با منتظر دوستان دیگه خدمتتون هستم. خواهش میکنم آقای باستانی آقای بفرمایید. باستانی درود جان و عرض درود ادب. بر اجازه بدین آقای آرشام بله بله فکر چرا میکنم نه بفرمایید میخواستن بفرمایید خواهش آقای آرشام شما رو بشنویم. بفرمایید. ببخشین، متشکرم خانم سمیرا و ببخشین آقای باستانی. عرض درود دارم خدمت همه دوستان. ببین، من از خودم شروع میکنم. من یک جوون با افتخار روستایی هستم زیر گوش شهر آقای سفری. تو اون اتاق بودم، آقای بهنام بهشتی یک کتابی رو به زبان انگلیسی میخوند و ترجمه میکرد. آقای سفری فرمودن که یه اتاق در نقدش میزنم. من هم اومدم توی چت اولیه، اوایل چتای اولم نوشتم امیدوارم که نقد اتاق و بحثا باشه. اما متاسفانه کل اتاق رفت سمت آقای بهشتی و تمام، ببین، مجاهد بودن، چپ بودن، هر چیزه، آقای بهشتی هیچ سودی به حال من یا هیچ ضرری به حال من نداره. تمام اتاق اندازه همین توضیحی که آخر با تشکر از آقای کیخسرو دادن برای من ساکن ایران دغدغه من مفید نبود. ایشون اومدن یه فکت دادن با یه سرچ ساده، رفته بودن تحقیق کردن. من نفهمیدم آقای بهشتی اصلا راست میگه، این کتاب هست، این کتابو داره اونو ترجمه میکنه یا حرفای خودشون. اما ایشون با اشاره به نویسنده کتاب و اون حالا همکارای ایشون جواب خیلی از سوالات توی ذهن من جوان ساکن ایران رو دادن. خواهش میکنم از این جنگ های شخصی به نام بهشتی مجاهد باشه هیچ غلطی نمیتونه به حال من کنه، نباشه هم هیچ سودی نمیتونه به من برسونه. بس باید منطقی باشه، صحبت ها رو گوش کنیم، اتاق رو نقد کنیم. من واقعا متشکرم آقای که خود اگه ایشون نمی اومدن اتاق رو کله که اجنه که نزدن، اتاق رو ایشون زده دیگه. الان شما چرا ناراحتین که ما داریم راجع به ایشون صحبت میکنیم؟ شما چرا نگرانید؟ نگران نیستم خانم شیدا، من وقت میذارم. آرشام جان اجازه میدی منم با شما وارد بحث بشم؟ مرسی اگه اجازه بفرمایید. ببین آرشام گرامی، اول اینکه که من چی کار دارم کی زده یعنی چی؟ ما با کلیت داستان مشکل داریم. حالا میخواد خامنه ای باشه یا سگای سوتکای وسط کلاب هاوسش باشه، چه فرقی میکنه؟ اتفاقا شما باید آگاه باشی کی داره صحبت میکنه و کجا داری چی رو میشنوی. اولا میشه شما میگی انگلیسی اومد، من که اصلا گوش ندادم.
خب اما متوجه شدم یه اتاقی ایشون زده، یه کتاب طبق معمول گذاشته جلوش، خواسته بگه بنده انگلیسی بلدم و پهلوی ستیزیش کرده طبق معمول همیشه، از کار جدیدی هم نیست، یعنی تکراره. اینکه آقای امید سفری این کار میکنه من سپاسگزارم، به نوبه خودم ازش تشکر میکنم، یا هر عزیزی که همراهی داره میکنه. اینکه آقای کیخسرو یه جمله فرمودن، من حالا یه جمله بگم. آقای کیخسرو خیلی عالی بود، من پایین داشتم گوش میدادم، ولی اینا اضافه کنید. کی گفته آقای اویسی با جمهوری اسلامی همکاری میکنه؟ چون به نام بهشتی گفته، ما باید بیایم بگیم نه آقای اویسی با شاهزاده همکاری نمیکنن. نه، ما میایم اینو میگیم. ما چیکار داریم؟ آقای اویسی با شاهزاده همکاری میکند یا نمیکند؟ ما کار داریم که آقای اویسی میگه سندی داره که با جمهوری اسلامی همکاری میکنه. اگه هست به بنده هم ارائه بدید. من هم چیزی من حداقل تا امروز رو تجربه‌ای که دارم همچین انگی با آقای اویسی نمیچسبه. اگه سندی جدیدن دیشب تا حالا که ما خواب بودیم در کلاب هاست یا در هر جای دیگه در مدیا هست بدیم، ما هم مطالعه کنیم و حداقل ذهنمون باز بشه و با یه چیزای آشنا شیم. آیا آرشا گوش بدید نزدم، باید کامل به همه چی بررسی بشه. شخصی که اتاق میذاره در مورد چیزی که داره صحبت میکنه، به کجا میتواند وصل باشد، اینا همه باید بررسی بشه. اینجوری نیست که یه کتاب انگلیسی یکی اومده باز کرده، من هنوز اصلا نمیدونم چه کتابیه، شروع کرده خوندن. آیا آرشان میگه شما زبان انگلیسیتون کامل متوجه مسائلی که اون گفته شدید، اصلا راست به راستی درست ترجمه کرده، اصلا شاید داشته در مورد یه توپ دارم قلقلیه مثلا به انگلیسی صحبت میکرد، بعد میگه شاهزاده مثلا به گفته آقای بهنام بهشتی مزدور است. شما کجا میدین اصلا اون چیزی که داشته میخونده اصلا راست درست داشته ترجمه کنه؟ شاید فقط شما دیدید یه کتاب سرچ کردید، بله یه کتاب به این نام هست، تازه اگر به خودتون زحمت بدید سرچ کرده باشید که من روی تجربه کلاب هاستیم بالای 70-80% حتی همین الان من شکم دروغ روی استیجم بگم بله در فکتی هست در فلانجا، هیچ کس زحمت به خودش نمیده بره گوگل سرچ کنه. این واقعیته. حالا خانم میترا الان روی استیج اومدن، من درود میفرستم، ایشون قطعا همراه آقای بهشتی بودن روز اول. حالا خیلی خوبم از نظر ایشون هم در مورد آقای بهشتی امروز روز بدونیم، چون یه آقای بودن به نام اگه اشتباه نکنم خود خانم میترا محبت کنه از هم دانشگاهی های آقای بهشتی بودن به نام آقای روشنگر، یه چیزی توی این مایا بود، اسم اکانتشون فراموش کردم. روشنگر مستقل. نه تحلیلگر، درست میگه، که دوستان ایشون بودن، دوستان نه قدیمی. روشن فکر مفل بود، بعدش نه عوض همون کرد. تحلیلگر بودن. ایشون در کشور آلمان هم زندگی میکردن، خیلی هم با من مشکل داشتن. ایشون پادشاهی خواهم نبودن، مشکلش بابت پادشاهی خواهم نبودنش نبود با بنده، نه با طرز فکر من، عمل من مشکلش هم خیلی هم عالی. من همیشه با ایشون گفتگو کردم، هیچ موقع هم نه به هم فحاشی هم نکردیم. کلا اصلا مشکل یه جایی به بعد من گاهی باستانی ببخشید شما داری کمکاری میکنی در مورد بهنام. گفتم چرا؟ گفتم اصلا فراتر از اون چیزی که شما میگی مشکل داره، الان من دارم چک میکنم. همین خانم میترا صبح تا شب با ایشون بودم. خب الان خود خانم میترا من کنار ایشون نمیبینم. اتفاقا به نظر من ما سکوت کنیم ببینیم صداقت در کلام خانم میترا در مورد بهنام چی، اینکه بهنامو چی نگیم ولش کنیم. چرا؟ هر کدوم ماها اگر اشتباه کنیم باید دیگران بیان بررسی کنن. آقا ما بررسی کردیم، رفته آقا کاخ خریده، کلا برید نگاه کنید. من چند تا فکت در این کانال بوده براتون، چند تا دونه‌ش رو گذاشتم. کاخ خریده، لنگه کاخی که خاوری داره که تو کانادا داره ایشون در امریکا داره. پولش از کجا اومده؟ میگه بلاک ریپورت. دیگه جوابگو نیستم. آقا کار شما چیه؟ نمیدونم. یه خونه 1.5 میلیاردی به نام همسر ایشون در واشنگتنه، بعد میری سرچ میکنی میبینی در خانه‌ای که زندگی میکردن کلا یه نفری بوده یه کار بیمه ای داشته اینترنتی انجام، با اینترنتی 2.5 میلیون. تازه ما میدونیم خونه در امریکا شدنیه. این آقا تا سالم میکنی سری میزنه همه مزدورن، شاهزاده و تمام اطرافیانش به قول آقای بهشتی وصلن به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. بعد آقایی که کلا تو زندگیش 2 تا کتاب نوشته، 2 بی تا سواد هم هستن در زن، بی همه هم سواد بی هم هستن. سواد. بعد این آقا 2 تا کتاب نوشته. کی داره اینا رو میگه؟ کسی که 2 تا کتاب نوشته. عین 2 تا کتابو مشترکاً با یه آقایی نوشته به نام غلامرضا توکلی، طرف کارمند سپاه پاسداران، درجه داره سپاه پاسداران. بعد همه پاسدار و سپاهی هن. از به قول آقای بهشتی از شاهزاده گرفته تا هر چی طرفدار داره و که میتونه من طرفدار باشم ها، در کلیت آقای بهشتی رو دارم میگم. همه سپاهی الا آقای بهشتی که رفته کتاب نوشته به غلامرضا توکلی. خب حالا میگی صحبت آقا آقای عزیز بریم فقط صحبت رو گوش بدیم، صحبت از یک کسی که با کارمند سپاه هم آخوره، بعد چی رو گوش بدم؟ بعد میدونم این آدم اصلا به نظر من ببخشید من فقط یه ما اینجا باید توضیح بدم. اتفاقا در
جانم آرشام جان. معذرت میخوام واقعا تو مایکت اومدم آقای نه باستانی. عزیزم، ببین من اصلا منظور اعتقادی به من صف وایستادن خانم اینجا شیلا، نونوایی نیست. من از اول کلاس آره، خواستم اینو خواستم یاد بدم که آقا مهم به هر حال گفتگو کنیم. بنده احترام رو یاد گرفتم. من خانم شیلا و آقای باستانی، من ناراحت نشدم. من انتظار خودم رو گفتم، همین که شما گفتی. من یا سوادشو ندارم یا حالشو ندارم. آقای بهنام بهشتی با یه هدفی که ایجاد سوال تو ذهن من بی سواد بوده اومده یه اتاق رو تشکیل داده، یه کتاب ادیسی رو معرفی کرده نه و اونو ترجمه نه، این کار کرده. تکراری اما عزیزم، کار قبلا هم یه کرده که لحظه توضیح دادن به اجازه شما بده، گفتن دروغ میگن میدونم ایشون. منظورم صحبت من بود آیه فرمانروا. منظور من این بود، من اومدم نشستم و تشکرم کردم از آقای کیخسرو که ایشون با یه دونه سرچ و یه اطلاع به من و یه نام کل اتاق آقای بهشتی و اون کتابی که معرفی کردن و همه اون هدفی که آقای بهشتی داشت و تخریب و سوال ایجاد کردن و اینا رو همه رو دادن هوا آقای کیخسرو با این کلمه حرف. در بقیه داستانا اتاقای دیگه و مشخص شدن شفاف سازی افراد من 100% موافقم. منظورم از این اتاق و این تایتل بود که آقای کیخسرو کل اتاق رو با اون 1 دقیقه توضیح دادن رو هوا و من متوجه شدم که تنها هدف تخریب بوده و هیچ چیزی از تو اون کتاب در نمیاد. ولی اینم آخرین من کار نه آقای ناراحتم خسرو خواهد بود، چون ایشون هم بلاک میشن قطعا مثل من و حسین دیگه، نمیتونیم من بریم تو شدم اتاقاش. آقای آره عزیزم. من شدم عزیز. من اصلا قبل از اینکه میخواستم به هر حال گفتم عضو اتاق ارچم جان ببخشید بذار من توضیح بدم. من قبل از اینکه میخواستم عضو اتاق آقای بهنام بهشتی بشم، وقتی که کلیک کردم روی اتاق ایشون زدن که به صورت اتومات کلاپاس به من زد که شما حق ندارید وارد این اتاق بشید. بی وجوده دیگه، آدمیه که خودش میدونه دروغ میگه. ولی البته بگم آرشام جان، صحبت آقای باستانی هم تکمیل صحبت من بود. یعنی 2 تا نکته هست. اول اینکه شما باید بیای ثابت بکنی ببینی اون آقای اویسی اینطور که در اون کتاب گفته شده آیا مثلا سر و سری داشته با مثلا سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی. دوم هم باید بیایم ببینیم اصلا آقای اویسی امروز یا اصلا از سالها پیش آیا ارتباط مستقیم با شاهزاده داره که الان به درستی آقای امید صفری بزرگوار جواب منو دادن، اصلا هیچ ارتباطی با ایشون نداره. عرض کردم صحبت‌ها پر از مغلطه است، مغالطات بی پایه و اساس. و دوستان ببینیم همونطور که گفتن واقعا باید ما انرژی صرف بکنیم. حالا ما باید بریم الان دوباره یه کتاب یه آدم گمنامو بخریم، هزینه بکنیم، بیایم اینجا بشینیم 490 صفحه کتاب رو بخونیم تا مغالطات آقای بهنام بهشتی رو در بیاریم. من واقعیت حوصله‌اش رو ندارم. اگه حالا دوستان کسی علاقه داره این کارو بکنه خیلی هم عالی، ما ساپورتش می‌کنیم. ببخشید نه دیگه، ما یه مورد در بیاریم فکر کنم کفاف کنه دیگه، همونی که من اول روم توضیح دادم. بس فکر نکنم قرار باشه همشو دیگه بریم. ایشون یه آدم کذاب و دروغگوه. چرا با آدم کذاب و دروغگو دوستان میایید هویت میدید؟ مشکل میخورین ها. کسانی که جمهوری خواهن هویت شما رو داره خراب میکنه. این داره جمهوری خواهان رو نابود. من صادقانه میگم، من احساس میکنم واقعا شعله‌ای یه جورایی ایشون داره به نظر خودش مثل آقای مجید رسولی که فکر میکنه خامنه ای امام زمانش، اینا فکر میکنه مثلا اینجوری داره خدمت میکنه، چون داره عملا جبهه جمهوری خواه داره میزنه. الان همه چی تغییر کرده. لطفا یه جوری صحبت نکنیم بعداً دوستان دلخور بشن ازمون. نه آقای رسولی هم زیاد به ایشونو میبره اونجا با استفاده از ایشون به شاهزاده حمله میکنه. من خود آقای رسولی خیلی انتقاد دارم بهشون، ولی ایشون هم بلاک کرده منو. خب صحبت دیگه نداری دوست عزیز؟ خانم سمیرا هستید؟ منتظر بودم آقای بهنام از بهشتی باید اینو پرسید دوستان. تو که میگی که میشه به حرفای پومپو اعتماد کرد، بسیار انسان سمارت شارپ قدرتمندی هست و دروغ نمیگه و در حقیقت رو میگه که اینو راجع به شاهزاده گفته که فلان کلابریشن شاه سپورترز و فلان. خب پس اگه اینطوریه به استناد حرف شما پس باید ما اینم بپذیریم که رجبی پرزیدنت ایرانه. خب آقای منجزی بهش گفت دیگه، جواب بهش نداشت برگشت بده، لال نه بابا شد، جواب نداره. آره لال لال میشه تو مرد اینجور از دنیا، مواقع. لال رفت از دنیا. و جالب اینجاست آره من یه عکسی الان میذارم از ایشون، بعدش ببینید این اتفاق افتاد بعد. ببخشید دوستان، من یه خواهش شیلا جان ازت دارم.
من میخوام از حسین باستانی بخوام. نمیدونم حسین اصلا در جریان این اتاق هستی که چرا من تشکیل دادم یا نه. ایشون صحبت کردم، بله در جریان هستم. حالا الان بازم میخوان صحبت من کنن. فقط پس یه مایک. توضیح مختصری سمیرا بدم به آقای باستانی. اونم این بودش که من امروز صبح توی این روم آقای بهنام بهشتی رفتم و دیدم که چه چرندیاتی داره گفته میشه و تصمیم گرفتم که یه اتاق بزنم و در واقع ابدا هم موضوع این اتاق همون ابتدام توضیح دادم که آقای مکس فخرایی نبودن، اومدن به من گفتن نقد اوکیه. گفتم آره اصلا باید نقد بشه. شاهزاده که هیچی، اگر هر کسی ازش نقد نشه یا بگیم که نقدش نکنیم ازش تهش یه خمینی ازش در میاد. پس کسی با نقد شاهزاده مخالفتی نداره، اما تخریب و تهمت با مقاصد خاص هستش که با اون مشکل داریم. و بعد جالب بود که من اصلا زدن اتاقو بلد نبودم، به خانم سمیرا زنگ زدم در دسترس نبودن، به شیلا همینطور، و تهش تنها کسی که پیدا کردم و امیر منتظر بود که لطف کرد و به من اجازه داد که در اتاق خودش در کلابش، این واقعا بزرگواری رو در حق من کرد که این روم رو بزنم. فقط هم الان دوباره، چون حالا من مدتی در داخل اتاق بودم ولی خب کارم رو داشتم میکردم. ببین دوستان، نقد هیچ ایرادی نداره و اتفاقا بسیار خوبه و هیچ کس هم نباید از دایره نقد مسئولیت داشته باشه، که اگه داشته باشه میشه خامنه ای، اگه داشته باشه میشه رهبر کره شمالی. بعد جالب، خود شاهزاده بیشترین علاقمندی رو دارن به نقد، که همون ابتدای صبح گفتم شما ای کاش من میتونستم و اجازه اینو داشتم که خود نقدایی که من در حضور خود ایشون داشتم بهشون که چقدر تند و طوفانی بوده رو میشنیدید و بعد نوع پاسخ ایشون رو میشنیدید که چقدر با آرامش و با طمأنینه پاسخ من رو میدن همیشه. پس نقد مشکلی نداره، تخریبه که مشکل داره. همین الان آقای منش قصد دارن برای من یه اتاق بزنن و منو مورد، در واقع البته به گفته خودشون گفتن که به خاطر اینکه میخوام بیای به ابهامات پاسخ بدی، نه اتاق برای تخریب تو نمیخوام. گفتم هر اتاقی دوست داری بزنی بزن، اگه ببینم ارزشو داشته باشه میام حتما پاسخ هم میدم، که مثلا شما چرا فلانجا شرکت داری، نمیدونم چرا ساعتت اینه، چرا نمیدونم ماشینت اونه. خب اینا که نقدای زرده، ولی بازم ایراد نداره. یعنی بازم کسی که به خودش اجازه میده که در این فضا باشین پوست کلفتیه رو باز داشته باشه و بفهمه که این حجمه ها هست. اما تخریب یه بحثی دیگه است. این که شما بیایید یک به قول کیخسرو یه نویسنده ای که ابدا نه معروفه نه اصلا کاملا مشخص، یه پولی بهش دادن گفتن اینو بنویس، و الان من یه لحظه نگاه کردنم اتاق ایشون رسیده به 150 نفر. چرا؟ به خاطر اینکه خب مردم هم میفهمن. این بزرگترین اشتباهی که ما فکر بکنیم که مردم متوجه نمیشن. ضمن اینکه در خاتمه بازم اینو بگم، اسکیل کلاب هاوس واقعا بیارزشه. یعنی کلاب هاوس خیلی کوچیک‌تر از اونیه که آقای بهشتی شما یا هر کسی دیگری فکر بکنید که مثلا اومدید اصلا فکر کنید کل شنوندگانی که در اتاق شما بودند هم بر علیه شاهزاده شدند. کف خیابان‌های ایران رو چی کار میکنید؟ مردم ایران رو چی کار میکنید که نه نامی از میر حسین هست، نه نامی از سازمان مجاهدین هست، نه نامی از دیگران هست. آنچه که فریاد میزنن خاندان ایرانساز پهلویه. ببخش شیلا من دخالت کردم و اومدم تو نه حرفتون. خواهش میکنم، خیلی هم عالی. مرسی. من فقط قبل از اینکه شما باستانی ادامه بده، حسین جان، من 3-4 روز پیش فکر میکنم یه پیام وایس مسیجی به شما زدم، فکر کنم شما ندیدید. اونم اگه لطف کن بعداً چک بکن، ممنون میشم پاسخ بدی. مرسی. ولی که بزرگواری چه خواست عذرخواهی میکنم، خیلی شلوغه، هم تعطیلاته، هم خود درگیرم، آخر سالم هم تولد دخترم یه خود درگیر و مسائلم. خدمت چشت من انجام میدم. آقای سفری، خدمتتون عرض کنم که ببینید اصلا بهنام من بهنام واقعیت دیگه اصلا نمیخوام بهش بپردازم، ولی دنبال یه سری مسائل دارم میگردم. میدونم ارتباط خانومش از طریق برادر و پدر، یعنی میشه برادر زن و پدر زن بهنام، حس میکنم با نهادهای امنیتی خیلی نزدیکن.
حتی میتونن به رهبری رفت آمد داشته باشن. من همچین حسی دارم، حس دارم میگم، من حس دارم نمیگم هست. اگه بود تا الان اتاق زده بودم گفتم طبق این اسناد، این اسنادی از هر چیزی هم در مورد بینام گفته شده بر مبنای اسناد بوده. این تا اینجا. در مورد کوروش من اصلا ولشون که اتاق کوروش دوست داره یه کاری انجام بده، 4 نفرم جمع شن تو اتاقش از ذوق میکنه، اون اصلا خودتو ناراحت نکن. این حتی به من دیدی که فوش هم دیشب داشته، اصلا ناراحت، دوستانم ناراحت شدن، میگن اصلا عیب نداره بذار کارشو بکنه. منم بیام اون دنبال اون منافعی که حالا اسمشو من خودم میذارم منافع ملی در همین اپلیکیشن کوچولو و خیلی ریز و با تعداد خیلی کم هستیم که شما هیچ تأثیری هم در جامعه کلی نداره، من دنبال منافع ملیم. حالا تو طرز فکر خودم. آیه امید صفایی، من پدرم کتاب فروش درون ایران. من بحث مردم رو میکنید، من حتی از نظر اینکه چه کتابهایی درون ایران به فروش میره، حتی شاید پدر من نداشته باشه اون کتابا رو، برای من چند داشتم صحبت میکردم، میگفت در طول ماه، تازه کتاب فروشی میدون انقلاب نیست که خیلی شلوغ و جای خیلی عالی مثلا بابت اینکه پاخور یا بورس این قضیه باشه، میگفت در بدترین جای ایرانم بری شما به حد اقل کتابی که از آریامر به فروش میرسه تو بدترین نقطه ایران، یعنی بدترین جا، خلوتترین جا برید، حداقل دیگه شما روزی یه نسخه کتاب از آریامر میفروشید. اینجا داشتهش خوام برسم به جامعه ایران. میخوام به شما بگم جامعه ایران اصلا این دریوریایی که امثال بهشتی میگن نیستن. آقا ما دیدیم پیروز یه دفعه توی ایران یه هشتکی راه افتاد، یه کنشی راه افتاد، همه جوونهایی که اصلا واقعا هیچ چیزی مطالعه، من قول میدم خیلیشون شاید نداشته باشن، با اینکه گفتم کتاب فروخته میشه چون سنا به مطالعه نمیخوره، همه دیدید که با گوشیاشون عکس گرفتن و به تصویر کشیدن که دنبال چیه. من بحثم اینه بهنام بهشتی قطعاً از یه جا داره ساپورت میشه. خب خانم شیلا برداشتن یه سری اسامی گفتن، با ایشون موافقم. چرا این اسامی که ایشون گفتن، این گروه ها، این دسته ها چرا این کارو میکنن؟ اینا به امید اینن که شاید تونستن عمر جمهوری اسلامی رو دراز بکنن. یعنی سازمان مجاهدین فکر نکنین علاقه‌مند جمهوری اسلامی براندازی بشه اصلا، چون از من بهتر میدونه آقای صفایی داخل ایران مردم دنبال چیه. ببین بس مثال دارم میگم، شما از نوجوانی 16-17 که میاد بالا به دانشگاه میرسی های سفری، این سنیه که امکان داره این داستانهای چپ تو ذهن هر انسانی یه خورده قلقلک بده انسانو. یعنی واقعیتی که شما بالاخره قطعا مطالعه بیشتر از بنده دارید، ما الان همون نسل ما میریم تو دانشگاه میبینیم همچین چیزی امروز داخل ایران به لطف جمهوری اسلامی وجود نداره. یعنی دانشجوهامون هم اون سمتی نیستن. میتونید برید، کاری نداره، برید یه آمار بگیرید، راه بیفتید برید یه دانشگاه شروع کنید، 100 نفر تو دانشگاه مختلف 10 تا دانشگاه انتخاب کنید، از 10 نفرشون برید آمار بگیرید، یه آماری دستتون میاد. بعد حالا بریم آقا عوامو چرا انسان دست کم رو نباید بگیریم؟ ما که علی خامنه‌ای نیستیم که چرا رفراندوم، نه این مردم میگه میفهمن برای خودشون انتخاب کنن، نه خیر، اتفاقا مردم تصمیم گیرنده اصلی هستن. آقا عوام بالای 70-80% میدونن چه کلاهی سرشون رفته و قطعا آدم عاقل همون عوامم، قطعا من مطمئنم عاقلم با هر ذره هوشی، دوباره یه سولاخ نیش نمیخورن. بعد همه خوندن، بعد نقش خودتون آقای صفری، شما، خانم شیلا، آقای کیخسرو، همه عزیزان، نقش خودتون رو تو این جامعه کوچیک نکنید. هر کدوم ما تریبون داریم، فردا اگر صبح براندازی بشه بالاخره اینقدر این تمرین درون این کلاب ها صورت گرفته یه تریبون پیدا، هر دونه شما میتونید، نمیگیم 1 میلیون، حداقل 100,000 نفر رو میتونه آگاه کنه. کافیه بیاین برای مردم اینا رو کنار هم بچینید، این اینجوریه، اون آقا این ریختیه، این آقا این ریختیه، این آقا این ریختیه، حالا اسمم نمیاریم. خانم مسیح النژاد میاد برمی‌داره میز، به قول شما نقد به نقد دیگه، نقد میکنیم، اون موقع اینا هم میتونن برن بذارن شاهزاده رو وسط نقد کنن، اگه میتونن، اگه چیزی دارن برن بذارن، کاری نداره. ما شاهزاده رو میریم میذاریم برای نه، اینا هم برن گزینه‌های دیگر هم بیارن بغل ایشون بذارن برای نقد، چه ایرادی داره؟ بعد ببینیم چی بوده که با جمهوری اسلامی همکاری کرده، چی بوده که با اپوزیسیون صدمه زده، چی بوده که هر روز یه جا بغل یکی به غیر از ملت ایران قش کرده. ببینیم گزینه داریم.
حالا بحث اینه بینام بهشتی قطعا داره ساپورت میشه، داره پول میگیره یه جایی. فکر نکنید الان امروز اون یه سال پیش و 2 سال پیش نیست من شیلا بیاد روی استیج یه آقایی بگه این خانوم وصله، بعد من برم بگم آقا من سوالم اینه این خانوم اگر وصله چرا صداشو آقای کوروش منش بریدی، میذاشتیم اون آقا صحبت کنه بعد من با شیلا دعوام بشه یا بحثم بشه. اون گزینه گذشت، اون 2 سال پیش بود، این جامعه جدید بود، این کلاب هاوسی. امروز دیگه همه افکار همدیگه رو میشناسیم و میدونیم داره چه بحثی صورت میگیره. بعد همه این بچهای دانش آموز اول دومی بودیم اینجا، الان یه جورایی دیگه اکثرمون بخوای نگاه کنیم نمیگیم فوق لیسانسمون رو دیگه یه دونه سیکل گرفتیم وسط این کلاب هاست دیگه. اگر دانش سیاسی هم نداشتیم، اگر مثل من یکی شلوار فروشم بود، حداقل الان یه شلوار فروشی شده که 3 سال داره بحث سیاسی گوش میده، نمیگم بحث سیاسی میکنه. بحث اینه بهنام بهشتی دقیقاً خودش هم میدونه. چرا؟ خودش هم میدونه داره چرت میگه، خودش هم میدونه که داره خط میگیره. سندش کجاست؟ سندش اونجایی که شما میگی 150 نفر اتاقش رو شما داری میبینی که 150 نفر اتاقش رو میبینن. من قول میدم حداقل 30 نفر که این اتاق اصلا اون اتاق 150 نفره هم نمیبینن. وقتی خود طرف رو استیج اعلام میکنه هر کسی بخواد در مورد من حرف بزنه یا از من سوال بپرسه من برندم بلاکش میکنم، یعنی جوابی نداره که به کسی بده. حالا میگه نه آقای بینام بهشتی شما بیاد از رو همین استیج من خانم میترا که خیلی هم دنبال کننده شما بود و همراه شما، ایشون رو میفرستیم رو اون استیج. از نظر من ایشون رو رأی میدم بیاد رو استیج، سوالای ما رو مینویسیم برای ایشون، از شما بپرسه جواب بدید. بعد مبنای جواباتون دوباره سوال مطرح میکنیم آیا جواب میدید؟ قطعا خیره. امیر جان من صحبتم تموم شد بفرمایید. قطعا جوابتون رو میدم و بهتون حمله شخصی میکنن آقای حسین باستانی. این صادقانه. فرمان روا ببخشید بذار من یه چیزی بگم بعد تو بگو، چون من یه جمله فقط میگم ببخشید عزیزم. آقای باستانی ممنونم ازتون از صحبتتون، ولی خدا وکیلی ببینید آخه نقدم باید یه نقدی باشه. آقای باستانی به من ربطی داره شما الان ماشینتون چیه؟ به من نوعی ربطی داره شما که قطعا تو آلمان آدم تو اروپا باید کلی زحمت بکشید، کلی تلاش بکنید که چه میدونم فلان سفر رو برید با خانم بچه هاتون، با نمیدونم چه ماشینی خریداری میکنید، یا چه میدونم ساعت دستتون اصلا چیه. آیا به من و سایر افراد این روم ربطی داره که شما ساعتی که الان رو مچتونه، ماشینی که زیر پاتونه چیه؟ ببین میدونی کی میان به این میپردازن که آقای باستانی مثلا یا امید سفری این ساعت دستشه یا این ماشین زیر پاشه؟ زمانی که نمیتونن با اندیشه شما مقابله بکنن. بعد میان میگن که خب پس حتما الان اون چیزی که گفتم کوروش منش داستان اینه که امید سفری تو حتما با سازمان های اطلاعاتی کشور عربستان و همینطور اسرائیل در ارتباطی. اولا که شما میدونید تو اروپا همه دارن زحمت میکشن، حالا یکی خلاقیتش بیشتره، فکرش بیشتره، تونسته بیشتر موفق باشه، تونسته یه مقدار امکانات بیشتری داشته باشه، 10 تا کار داره میکنه. تو ویکندی که همه خوابن داری کار میکنی، داری تو خلاقی رفتی چه میدونم، یا مثلا چرا تو دبی رفتی شرکت زدی؟ خب زدم که زدم، خب رفتم کار دارم میکنم. آیا سازمان اطلاعات عربستان داره این پولو به من میده؟ آیا چون من حالا خیلی علاقه‌مند به اسرائیل هستم و دوستان اسرائیلی دارم و رفت آمد کردم، آیا حتما باید موساد این پولو به من بده؟ ببین وقتی نمیتونن که با اندیشه، همین کارو دارن با شاهزادم میکنن دیگه، یعنی وقتی که نمیتونن با اندیشهش مقابله بکنن میان برمیگردن به این داستان ها میپردازن. پس به من هیچ ربطی نداره که حسین باستانی چه ساعتی رو دستشه، نه به من، به هیچ کس تو این روم ربطی نداره. ولی میبینیم که این میشه یک تاپیک، یک اتاق و بحثایی که دربارش میشه که مثلا شما چه شلواری پاته و چه ربطی داره. خب حتما یه روی زحمتی کشیده، یه بعدش هم خدا رو شکر حالا تهش هم ما رو چسبوندین به سازمان اطلاعات عربستان و موساد. خدا رو شکر که از جمهوری اسلامی نگرفتیم خونه 1 میلیون یورو 1 میلیون دلاری همونجوری که حسین باستانی میگه در امریکا بخریم. اگه کاری کردیم یا زحمت خودمون بوده یا تهش هم میخواین ثابت کنین ما رو از عربستان پول میگیریم. خدا رو شکر از جمهوری اسلامی نگرفتیم. مرسی.
دقیقا امید امید به جان نکته این بود. مصطفی ببین بذار من این یه نکته نه یه حسین لحظه پور باش مصطفی خواهش میکنم ازت یه دقیقه. من چون تو این نکته اصلا گفتی مصطفی برای اون نکته اومدم بیشتر بالا، یه دفعه مایکم هم باز کردم بعد جمله تو، بعد برمیگردم به نکته تو. ببین آقای امید سفری گرامی، ببین من نگاه خودم رو دارم، نه کسی الکی تایید میکنم نه کسی رد میکنم. ببینید این که میگید ربطی نداره، درست دارید میگید، تا زمانی که بس شما شخص شما نیست، کلیه این قضیه، تا زمانی که خود طرف نره این کار. ما به نام بهشتی اگر رفتیم پیگیر شدن سرچ کردن، کار خاصی هم نکردید و بارها گفتم تو این کلاب هاوس سرچ میکنی یه سری مطلب در میاد. رفتن سرچ کردن، اصلا پیروز بعد گفتن یه عکس مثلا خانم حسین باستانی، خب سرچ کردن، کاری که خود منم میکنم. من ببین ناراحت شدم چرا این کارو کردید، نه هیچ ناراحت نمیشم، بسیارم عالی. اتفاقا مورد تاییدی بوده که مثلا به نام بهشتی سر بچه مثلا 3 ساله لچک نکردم، درست شد. بعد بیام تو این فضا یه چیز دیگه ای بگم. این اتفاقا یه مورد تاییدی بوده بر گفته‌های من. همیشه اومدم صحبت ساده زیستی کردم و ساده هم دارم زیست میکنم. اینم باز دوباره به تصویر شده کشیده شده که حالا از طریق یه سری از این دوستانی که ما خودمون هم آخر متوجه نشیم هیچ کی هم گردن نمیگیره. ما هر کاری هم تو این فضا میکنیم خودمون گردن میگیریم، نه حتی نمیتونن گردن هم بگیرن. دیشب مثلا برای خانم خله عالم، آره برای خانم عالمی برگشتم گفتم میخوام دسته گل بفرستم خدمتتون. بعد نه من بس نیستم به جمهوری اسلامی. خب خانم بس نیستی نبود، من گفتم دسته گل میخوام بفرستم، نگفتم میخوام بردارم مثال چیز دیگری ارسال کنم. در هر صورت اونم برای اینکه آگاه باشن که ماها همه در دسترسیم، مواظب اعمال خودمون باشیم. من خواستم اینو به تصویر بکشم، نه کمتر نه بیشتر. واقعا خانم میتونه نه واقعا با هیچ نیتی به غیر از هیچ نیت خاصی نبوده. یه دوست داشتم یه دونه دسته گل برای خانم شیلا عالمی ارسال کنم با پیغام این که ماها همه در دسترس مردمیم، لطفا خونشویی نکنیم. البته بعد حسین من منظورم به افشاگریایی که تو داری میکنی نه میدونم، نبوده نه من یه نکته ابدا. بگم همین، نه من اینو میدونم، من متوجه شدی که کامل نه میخوام کلا توضیح بدم برای دیگران. ببینید آقای بهشتی اتاق زده بودن، بذارید من نمیدونم خانم میترا بودن کنارشون فکر میکنم، حالا اگه جناب نبودین جانم باستانی میشه من یه سوال بپرسم، چون حتما میدونستم تو چتون بپرسم جواب نه نمیگیرم، برای حتما همین نه از بفرمایید شما نه ها، هر کی از بگه شما نه، بفرمایید خیلی خواهش ببخشید، میکنم برای همین خواهش اومدم بالا هستن. بفرمایید خواهش من میکنم میخواستم از خانم شیلای عزیزم بپرسم که شما الان دیدگاه پادشاهی خواهی دارید؟ فقط همین یه سوال، جواب آره یا نه. چه سوال عجیب غریبی. دیدگاه پادشاهی خواهی یعنی چی؟ میشه اینو یکم بازش کنی؟ البته ایشون چپ پادشاهی منظورم اینه که خواهن خانم الان شیلا. نه الان به هیچ پشتیبان وجه. سامانه نه پادشاهی هستین. من جمهوری خواهم، همیشه هم جمهوری خواهم بود، هیچ وقت هم پادشاهی خواه نبودم. اما بسیار و بسیار و بسیار احترام قائلم برای خاندان پهلوی و بسیار اعتقاد دارم که شاهزاده رضا پهلوی انسان دموکرات با شخصیت قابل، یعنی فرد قابل اعتماد و ایران پرست. و به خاطر همین وقتی که در استیج‌های مختلف دیدم یک سری آدمی که میشناسمشون از 3-4 سال پیش، تک تک صحبتاشون هنوز در گوشمه، شروع کردن با فاند گرفتن به تخریب یک انسانی که هیچ کاری علیه مردم ایران و منافع ملی ایران نکرده، هیچ اشتباهی در حق مردم ایران نکرده، هیچ ظلم و ستمی نکرده، دارن اینطوری تخریب میکنن و میان اعلام هم میکنن که ما در جهت تخریب اومدیم. من میایستم جلوشون و اجازه نمیدم و تا اونجایی هم که بتونم روشنگری بکنم روشنگری میکنم، باشون مقابله میکنم، جدل میکنم، به چالش میکشمشون. ولی نه، من جمهوری خواه هستم. سپاسگزارم، خیلی متشکرم، من دیگه صحبتی ندارم، ممنون. من یه نکته بگم. ببینید خانم میترا، من حالا اگه اشتباه میکنم شما بگید اشتباه کردید، در اساسا مهم نیست شما بودید یا نبودید، ولی فکر کنم شما کسی هستید که بتونید اگر بودید اون تو اون ببخشید اتاق من اصلا میتونید برای بحث حداقل در این مورد بالا نیومدم، نه فقط نه برای نه سوال از نه با شیلا شما جون اومده نمیخوام بودم. بحث کنم، نه من نمیخوام با شما بحث کنم. میخوام شما اگه بودید تایید کنید شنیدید یا نشنیدید، چون فکر کنم شما اونجا مدیراتور بودید. این آقای بحث همونیه که آیا باید بپردازیم که این خونه که اون ساعتی که دست این طرف خونه‌ای که داره یا نه، اصلا درسته یا غلطه. ایشون یه روز آقای شاهزاده رضا پهلوی بلند شدن اومدن
یه ویدیویی گرفتن از خودش، ایشون رفت عکس اون ویدیو رو گذاشت بالای اتاقش. های سفری خانم میترا فکر کنم اونجا مدیراتور بود، اگه نبودن حالا من اشتباه میکنم، خیلی ولی خوب شنیدن بودن تو اون اتاق. گفت نگاه کنید اگاری همین الان، بنا بهشتی گفت همین الان از عذرخواهی میکنم توالت اومده بیرون، پریده جلو دوربین، گفتم آقا بیس جلو دوربین، تو ایران این اتفاق افتاده، یه دونه بیانیه بده، یه صحبت کن. به یقه پیرن آدم ها هم کار دارن، به سگگ کمربند کج و کله آدم ها هم کار دارن، بعد میری در مورد خودشون صحبت میکنی. نه چرا. یه نکته دیگه آقای سفری اضافه کنم، من یکی از اونو آقای حسین باستان اونو ما یه بار با خود آقای چیز پرداختیم، سر همینم خیلی شاکه همین مسئله که آقای سفری گفتن و شما گفتین و در این رابطه صحبت کرد. ببین من بهش گفتم آقای بهنام بهشتی، ما زمانی میتونیم ورود کنیم به این مسئله که خودتون بخواین، خودتون تایید کرده اون که هیچ حالا فکتور دوم نمیدونم اتاق زده. من فکر کنم این اتاق کتابه رو به خاطر این بحث‌های جدید دیگه نیومده احتمالاً تو اتاق قبلی تایید کنه، بابت آپارتمان خانمش بوده احتمالاً، رفته گشته رفته حالا برای به اصطلاح سازمان مجاهدین گفته چیز دیگه ای نیست من بتونم برم به شاهزاده بپردازم، اینا به همسر من پرداختن، احتمالاً همچین داستانی شده دیشب اتاق دیشب. ولی بحث داستان کلیتش اینه، بهنام یه آقای بغل دستشونه به نام اکانت راوی. آقای راوی اگه هستن میتونم بیان بگن آقا من اشتباه میکنم، دروغ میگم. یه دوستی ما داریم در ژاپن، یک روزی این آقای راوی برمیداره این دوست ما رو میبره، چون این دوست ما من 1.5 سال بهش میگفتم آقا این بهنام به درد ما نمیخوره، بیا بیرون از بغل دسته. میگه نه واسه تو داری اشتباه میکنی. دوست قدیمی منم هست، همون 2 سال 7 ماه پیش که این کلاب هاست تقریبا شکل گرفت، ما اکثرا اومدیم، از اون موقع میشناسمش. گفتم دوست من این اصلا نه افکارش با تو میخونه نه آدم سالمی. گفت چرا خودت بعضی موقع باش صحبت میکنی اتاق. گفتم من قطعا به خاطر اینکه به ایشون نزدیک بشم، مثلا قطعا به خاطر اینکه بهشون نزدیکم بیشتر شناخت پیدا کنم، چون کانش من در کلاب هاست همینه که این آدما رو به دیگران معرفی کنم. درست شو. این آقا میگه با یکی از سران مجاهدینی آقای راوی توی اتاق خصوصی بودن، داشتن خط میدادن که من برگشتم بهش میتونم هم آقا رو بیارم هم آقای راوی بیاد بگه راست میگن یا دروغ، چون میدونن اکثر دوستان من در کلاب هاست دست به رکوردشون خوبه، یعنی وارد اتاق میشن چترومو که هیچی باز میکنن، دوتاشون با هم اسکرین میگیرن، رو استیج هم دارن همینجوری با هم دیگه اسکرین میگیرن و صدا ضبط میکنن. حالا میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، این آقا بیاد اینجا بگه آیا رابطه‌ای بین این که ایشون با یکی از سران مجاهدین اتاق خصوصی میرفتن و خط میگرفتن و بهنام بهشتی هست یا نیست. الان هم یکی از اکانتایی که خیلی نزدیک به بهنام همین اکانت های راویه، مدت‌ها کنارش بوده. داستان دستیس مشخصیه داره. آقا ویدیویی که اومد بهنام از مجاهدین و پومپئو پخش کرد، فکر کنم تاریخش من اون روز دیدم مال 50 و چند روز پیش بود، فکر میکنم دقیق یادم نیستش. مال اول مهر ماه بود. من تاریخش به میلادی نوشتم بعد برم دفترم بیاد. 1600 باز دوباره فکر کنم خورده ویو گرفته بود تو عرض نزدیک 2 ماه. بهش گفتم بهنام اینو چطوری کی بهت داده؟ گفت همینجوری داشتم یه سرچی می‌کردم یهو دیدم. که من بعدا اتاق زدم گفتم من داشتم سرچ می‌کردم خونه لاکچری تو رو دیدم، چرا ناراحتی؟ داشتم سرچ می‌کردم وقتی تو میاری رو استیج آقای ایکس میگه خانم فلانی همسر فلانی فاحش است، دخترش اله بخترش وله. الان ما اومدیم میخوام بگم یعنی ما آینه خودمون بودیم دیگه، چرا ناراحتی؟ ما اومدیم نگفتیم نه دخترش فلانه نه دخترت اله نه هیچ، گفتیم آقا ایشون بچه 3 ساله رو داره لچک سرش میکنه، داره کودک آزاری میکنه از نظر بنده حداقل. خب تا توهین هم نکردیم، نه اومدیم گفتیم فاحشه است کسی نه هیچ. شما اجازه دارید هر کاری دلتون میخواد آقای بهنام بهشتی بکنید، تازه جوابم نمیدید. من هنوز جوابمو نگرفتم آقای بهنام بهشتی، شما چگونه اون فایل اون لینک اون ویدیو به دستتون رسیده؟ با سرچ کردن قطعاً الکی دست انسان نمیرسه. غیر اینو اگه بخوای سرچ هم کنی بعد بری چیزایی که دوست داری رو سرچ کنی. سازمان مجاهدین، شما قطعا تحقیقات در مورد سازمان مجاهدین برای تخریب سازمان مجاهدین که نمی‌کنی، ما ندیدیم. داشتی تحقیقات می‌کردی برای تخریب شخص دیگه ای، یا میرفتی داشتی با هم کیشاد یا اون کارفرمات داشتی بیشتر آشنا باش می‌شدی، سرچ کردی به اون رسیدی. تو هیچ جوابی برای اینم ندادی. بعد ما میریم ریز میشیم ذره میندازیم رو داستان، میگیم آقا این ملک و خونه کجا آمده؟ من رفتم آمار گرفتم آقای امید،
4 نسخه کتاب ایشون چاپ شده، بالای 8 نسخه موجوده، یعنی 2 برابرش موجوده، یعنی هیچی نفروخته. بماند که 2 سال پیش خود این، اصلا من تو ذهنم مونده بود، 2 سال پیش در تماس تلفنی این آدم یادم بود بین صحبتش که آره حسین من کتابم نوشتم یه دونه تو ایران. برای همین من رفتم سرچ کردم، از کتاب شروع شد رسید به اینجا دیگه، یعنی اصلا اون نقطه‌ای که من میخواستم کتابه بود. چرا من یک عکسی یادمه تو همون سرچ اولیه که اون شب داشت با هم تلفن صحبت کرد، چون من سریع هر چی میشنم اونجا میرم گوگل شروع کنم سرچ کردم. خب یادم یه عکسی هم ایشون دیدم که رو عکس نصفه هستش، من کاملش رو پیدا نکردم، این نصفه رو تو صفحه فیسبوکش دوباره برداشتم، باید بگردم میگم تو آرشیوام بگردم. این عکس سمت راستش بزرگتر ارزش و یادم روی تاقچه عکس خامنه ای بود. اینو من قشنگ یادمه، دروغم نمیگم، قطعا اثبات میکنم، اینو یه روزی پیدا میکنم تو آرشیوام پیدا میکنم و اثبات میکنم. حالا میخوام به شما اینو بگم، اومدیم سرچ کردیم رو گفته های خودش کتاب نوشتم، بعد من دیدیم او کتابو رفته با یه نشریه که چاپ میکنه در شهر، اگه اشتباه نکنم رشت بود، چند وقت گذشته یادم رفت، اینا رو تو کانال نوشتن. بعد اومدم رفتم دوباره سرچ کردم دیدم فقط کتابای مذهبی و یه سری کتابای برای کودک چاپ میکنه این نشریه. بعد اومدم رفتم خود کسی که با این کتاب نوشته رو اومدم نگاه کردم، بعد اومد یکی ازش دفاع کنه، بدتر منفجرش کرد. آقا نه این رؤوف بود اشاره اگه اشتباه، نه این کتابو زمان سبب اومدیم سنشو سربازیشو دکتراشو بغل هم گذاشتیم، دیگه اصلا ربطی سال چاپ به سرباز بودن ایشون نداره. همه اینا رو کنار هم گذاشتیم، آقا هیچ چیزی نیست که درست بشه معادله رو حل کنه. آقا بنا بشه خودت به در مورد خود گفت نه من حرف نمیزنم. بعد میگه باید پرداخت به شازده، بعد به خودش میپردازن ناراحت میشه. در هر صورت همه این حرفا دوباره تکراریه. فقط یه نکته به فرمان روا بگم، من اومدم مصطفی رو استجنه. ببین آره چی من گفت منتظرم اون بودم، بگو. چی گفت شاهزاده؟ اصلا صحبت تو این بود، شاید اصلا یادت رفته باشه. شاهزاده چی گفت شاهزاده باید بره براندازی کنه؟ منم نگفتم باید براندازی کنه، گفتم نه با تو هر جمله‌ش کی، نه با هر کی، ایشون با هر کی بخواد صحبت کنه ما حق نداریم بگیم. گفتم حتی آمریکا و طالبان با اون که جنگ داشتن با هم در حال مذاکره بودن. از متن صحبتم این بود، شاید متوجه نشدی. نگفتم شاید، گفتم ما براندازا میتونیم ازش استفاده کنیم. آره ما براندازها میتونیم ازش استفاده کنیم برای براندازی. همین. میخواد شیلا باشه با نگرش جمهوری خواهی، میخواد کیخسرو باشه با جناب کیخسرو باشه، آیا امید صفوی با نگرش پادشاه، یا هر چیز دیگه، هر انتخابی داشته باشه. ما مردمی. شما توی بوتیک میری یه تیشرت بخری، های فرمان روا، رنگ هایی هست که بعضی موقع اصلا تو متنفری این رنگ ها، ولی موجوده، میگی کدوم احمقی این رنگو میخره، برو 2 روز بعد بیا ببین قفسه خالی شده یا نشده، اتفاقا میبینی شاید اون رنگ که تو دوست داشتی 2 تا دونه ازش مونده باشه، ولی رنگی که متنفر بودی همش رفته. میخوام به شما بگم ما سلیقه‌ها مختلف، کسی مشکلی با این داستان نداره. من روزای دیشب توی اتاقی گفتم اوایل کلاب هاست ما برای این کوهی که دست به دست داده بود شده بود جمهوری اسلامی کلاب هاست، با اون پول هایی که داشت تزریق میشد از طریق محسن اخلاقی، محسن راستی، نمیدونم مهدی نجاتی و احتیاج به دینامیت تو کلاب هاست داشتیم، ولی هیچ جور دیگه. خب وقتی هم انفجار صورت میگیره خب کسای دیگه هم قطعا صدمه میبینن، اصلا بحثی نیست، میتونه 4 تا برانداز هم صدمه ببینه. اما امروز دیگه میدونیم کی براندازه کی برانداز نیست. من اصلا هم کاری به گذشته طرف اگر قاتل نبوده باشه، مثال برای یه شخصی هستش، حالا مثلا اسم نیارم تو حاشیه نریم، حالا استجای سفری دوست ندارم ایشونو تو حاشیه ببرم، که خودش میگه من قاتلم، سال 57 توده‌ای بودم، قتل کردم، آدم گرفتم، دادم جمهوری اسلامی برداشته به کشتن داده، اعدام کرده. به غیر از اونا رو بذاریم کنار، مسعود بهنودا رو بذاریم کنار که اینها هم سند هست خودشون رو تایید میکنن قاتلن، با هر کسی که مخالف. خب مثلا مثال آقای مثلا من خودم فردا همین صدام میرم یعنی نکن حسین خودش اعتراف کرد چون هم چیزی نبوده. مثلا مصطفی فرمان روا داخل یه خونه به دنیا اومده، باباش هم سپاهی بوده، الان مخالف 100% جمهوری اسلامیه، مخالف پدرش هم پس باید باشه. وقتی همه این گزینا رو، من دشمنی ندارم با این آدم، ولی اگر این خط پدرش رو بره بهش میگه خب الان مشکل با پدرت مشکل ده، میگه نه بابای من خوبه، باقی و کاری نه، بابای من خوبه. خب پس تو برای منافت امروز اینه که یا مزدوری یا میخوای یه مثلا یه حرکت اینور دیدی به نفعت، منافت تو این ور بلند شدی اومدی این ور.
ولی انسانی که مخالف جمهوری اسلامی دیشب به کوروش منش هم داشتم میگفتم نمیذاش صحبت صورت بگیره. من اینجا دستش رو میبوسم به اسم یه شهروند عادی که مخالف جمهوری اسلامی هم و میخوام با جمهوری اسلامی مبارزه کنم، کنارش همراهی میکنم. اگر ما هممون این روش رو یاد بگیریم و به خاطر 2 دقیقه دیالوگ کردن روی استیجی مجبور نشیم باج بدیم یا قربون صدقه جمهوری اسلامی و افکارهای جمهوری اسلامی نخوایم باج بدیم و سر کار اینا بریم، من خیلی اوکی ام با همه آدم ها. ولی متاسفانه اینم یه سری به خاطری که دیده بشن یا به خاطری که بتونن گفتگو ادامه بدن مجبورم باج بدم. با اون آدم اصلا حال نمیکنم، اسمشو میگن وسط باز، وسط باز هم نیستن، انسانهای ضعیفی هم که من بهش توصیه میکنم آقا اصلا نری، چه کاریاتی نمیتونی. آی سفری میره رو استیج با ادبیات خودش میسته صحبتشو میکنیم یا آقا اشتباه دارید میکنید، اینه اصلا ما بحث پادشاهی جمهوری هم نداریم، امروزات جمهوری اسلامی هست. الان بحث یه چیزه، رفتن علی خامنه‌ای با کل دار و دستش از صفر تا صدش. کلا این آقای کیخسرو من حتما اونو گوش میدم. آقای سفری این امید این برنامه بهش تمومی نداره. اتاق بعد امروز شما زدید، قطعا 4 روز دیگه هم یه کسی دیگه میزنه، 4 روز بعدش احتمالاً من میزنم، چون این آدم به این لجن پراکنه چون سازمان یافته است ادامه میده، شک نکنید ادامه میده. فقط حسین یه مطلبی گفت دوستان فکر کردم واقعیه. دوستان من پدرم اولین مخالف جمهوری اسلامی بود، از شاهزاده‌ام قدیمی‌تر مخالف جمهوری اسلامی بود. ما اصلا از اول مشکل داره بابای من اصلا با اینا. سپاهی این که مثال زد، یعنی سپاهی نیستش که بابای من. خوش آمد میگم همه دوستانی که پایین تشریف دارن، خوش آمد میگم خدمتتون. ببینید یه بحثی هم هست، حالا ببینید در مورد استیج دادن که یه سری استیج‌های خاص به این آقای بهشتی پور داده میشه، به این بهنام بهشتی پور. حالا واقعا نمیدونم اسم واقعیش این باشه یا اسم مستعاری ساخته باشن براش یا یه کاراکتری ایجاد شده باشه برای ایشون. امیر جان در مورد من اون موقع که مدیر کل پزشکی قانونی بودم، مدیر کل اطلاعات استان هرمزگان دانشجوی من بود. اسمش یه چیز بود، همه یه چیز دیگه بهش میگفتن. اون موقع یه شوخی بود، میگفتن اسم حلال زادگی چیه. اتفاقا میخواستم اینو بگم، اسم حلال زادگی اینا 100% متفاوت. بله ببینید آقا در آدمای مورد خیلی من مزدوری هستن. بله این آقای وظیفه شناس خب اینجا تشریف آوردن، الان خب دعوت ما رو در حقیقت پذیران نشدن که تشریف بیارن اینجا ما یه سری سوالات داشته باشیم ازشون. این که دلیل یه سری این که آقا به صورت سریالی به این آدم تریبون داده میشه، چون اینجا کلاب هاوس یه جای آسونی نیست، یه جای سختیه که باید شما مدت‌ها توش باشی، شناخته بشی، بعد مثلا بتونن بهت فراهم بکنن اگر تو حالت عادی باشه. ولی این که از روز اول یه سری از استیج‌های سنگین سیاسی به ایشون حالا یه وزنه‌هایی داده میشد مورد تعجب بود. و من خب در مورد آقای وظیفه شناس صحبت کردم. خب من علاوه بر این که به بهنام بهشتی 100% مظنون هستم که بالاخره یه با یه داستان و قصه ای اومده، میخوام نفی بکنم. ببینید کلاب هاوس درسته مثلا شاید الان 100 نفر 200 نفر 300 نفر تو یه اتاق جمع بشن، ولی اثر اهرمی داره، یعنی اثری داره که به صورت سورس خیلی‌ها بعدن گوش میکنن. این اتاق مثلا ما رو بعضیا میان 50 نفر 100 نفر روز دوم گوش میکنن، بعد 100 نفر روز سوم گوش میکنن به صورت دوره‌ای. پس این اثر خودشو داره و یه حالتی هستش که میان خیلی‌ها صحبت میکنن و اثرپذیریش هم بدک نیست به اندازه حالا نشاید مثلا به اندازه اینستاگرام. و اتفاقا ببینید همین که شما میفرمایید یه سریا میان با پول و پروژه تو این فضا، نشون میده که همون جمهوری اسلامی هم براش این فضا مهم هست، به اندازه خودش اهمیت داره. الان یه سری از سرکوبگرایی که سال پیش مردم رو تو خیابون میزدن، همین الان کم کم داره سر کلهشون پیدا میشه، با هم بان تشکیل میدن و در حقیقت صحبت میکنن. خیلی جالب هم هست صحبتاشون، صحبتای تورمی و اقتصادیه، یعنی خودشونو به عنوان یه منتقد نشون میدن، بحثو ببرن به محاق، بگن آقا نه ما خودمون هم منتقد این شرایط هستیم. شما به هیچ وجه نمیتونی منتقد این شرایط باشی. من یه خواهشی میکنم از این دوستان که حواسشون حداقل به استیجای هدفدار و پولی و نمیدونم جریانی باشه. من تماما استیجایی که این آقای بهنام بهشتی میره رو از قبل هماهنگ شده میدونم
و جریاندار میدونم، چون خودش یه آدم جریاندار و مسئله داری هست. چرا میگم مسئله دار؟ چون وقتی میگم مسئله دار، ایشون اون جمله رو میدونه مسئله دار از کجا شروع میشه. مسئله دار جزء فرهنگ های خود سازمان مجاهدینه. اساسا وقتی یه نفرم شک میکرد به تفکر گروهکی این سازمان، بهش میگفتن این آدم مسئله دار شد. آقای بهنام بهشتی کاملا یه آدم مسئله داره، دوستانم اشاره کردن بهش. ما هم استیجمون خدا رو شکر باز بود، همه اومدن صحبت میتونستن بکنن توش، فرصت داره. حتی خود این آقای بهنام بهشتی هم اگه بیاد ما تو آقای میکروفون باهاش صحبت خواهیم کرد، هیچ مشکلی هم نداره. ولی هیچ وقت هم ایشون پاسخگو این صحبت نبوده، در صورتی که اینجا خیلی از بزرگان صحبت کردن. اینجا جاییه که خود آقای کنگلو به من پیشنهاد داد که گفت خیلی هم عنوان کلابتون جالبه، هم من هر وقت فرصت داشته باشم میام اینجا صحبت میکنم. بارها هم خود پروفسور کنگلو اینجا تشریف آورده و ما واقعا از این تواضع این انسان علمی و در حقیقت متعالی استفاده کردیم، صحبتاشو گوش کردیم. خب ببینید ایرادی نداره. آقای بهنام بهشتی که شما انگوش کوچیکه مثلا کسی مثل آقای کنگلو نمیشین شما، پس چه غروری هست؟ این مسئله غرور شاید باشه، ولی بیشتر مسئله اینه که یه نفر پنهان و پیداش مشخص میشه. من گفتم با حسین باستانی تو خیلی از مسائل شاید زاویه داشته باشم، ولی الان ما تو پوینتی داریم صحبت میکنیم که در حقیقت هر کی داره روایت خودشون میکنه و ایرادی نداره. حالا دوستان مثلا موضع نگیرم، فکر کنن که من تمام رفتار حسین باستانی رو تایید میکنم. من حتی از آدمای مسئله دارم اینجا بخوان بیان صحبت بکنن بهشون اجازه و فرصت میدیم که فقط خودش حتما ایرانی صحبت بدونه بکنن. امیر جون، درسته؟ بله. هر کی که اینجا حرف و صحبتی داشته باشه ما بله استفاده محمد، اتفاقا میکنیم. نقد من یه مسئله پاسخ نمیدونم کدوم از دوستان سوال کردن. تعجب کدومتون بودی دوستان؟ حواسم من نبود. گفتین که تعجب میکنم که چرا استیج های آنچنانی به این آدم در واقع فرصت آنچنانی دارن برای اینکه حالا مطرح بشن در استیج ها. نمیدونم کدوم از دوستان این سوال پرسیدن، من پاسخ داشتم براش اگه تشریف بله دارن. شهلا جان، من گفتم آها شما گفتین. این آها. استیجای مسئله دار، اینا استیجا هم میتونن مسئله دار من باشن، بگم چون چرا. دلیلش خیلی جالبه. آخه دلیلم نداشته باشه یه نکته مهم توش هست. دقت کنید استیجایی که به همچین افرادی رو پروموت میکنن استیجایی هستند که در واقع اگر فردی مثل من نوعی برام روی جایی و از مبارزه مسلحانه مردم داخل ایران همه مسلحشن شروع کنن به مبارزه مسلحانه، من رو بایکوت میکنن و افراد اصلاح طلبی هستن که هر دم از مبارزه فقط مدنی میزنن. و با خودتون تا حالا فکر نکردید چرا وقتی اینهایی که دائم حرف از مبارزه مدنی فقط میزنن و میگن که تا 100 سال دیگه هم پیش بره ما با زبان خوش میتونیم جمهوری اسلامی بر بکنیم، ولی بهنام بهشتی که رو استیجشون میره دکتر از دهنشون نمیفته و فرصت آنچنانی میدن و میدوننم مواضع ایشون رو که در مورد جنگ مسلحانه چه صحبتهایی میکنه. چجوریه که شما اصلاح طلب هستی، دنبال مبارزه مدنی هستی، آدمایی مثل من رو زیر سوال میبری اگر یه خورده بخوام از خشونت و حق دفاع مشروع اینا صحبت بکنم. بعد فردی که اینطوری داره از مبارزه مسلحانه صحبت میکنه رو به همه جا جاش میدی، عزت و احترام میذاری و حتی فرصت رو در استش براش فراهم میکنی که بیاد سخنرانی هم بکنه. چطور اینجور مواقع صحبت‌های ایشون خلاف امنیت ملی حساب نمیشه برای این عزیزان اصلاح طلب، اصلاحاتچی ها؟ ولی مثلا منی که بعد ایشون خودش رو برانداز نام داده دیگه، سرنگون طلب نام داده دیگه، منم سرنگون طلبم، مثلا زیر کتگوری ما بخواد بیاد چطور من زیر سوال میرم و ایشون نمیره؟ که بعد دوباره پس برمیگردم از حرف شما وام میگیرم که فرمودید که این استیجا قطعا مشکل دارن. آف کورس که مشکل دارن، آف کورس که استیجایی هستن که نه با خودشون صادقن نه با مردمی که تو فعالیت کلاب هاوسی دارن. شما محال ممکنه که
ام، بقای جمهوری اسلامی رو نخوای، بعد بیای اعتقاد داشته باشی به ولایت فقیه. خب یکی از شروطی که شما باید اصلاح طلب باشی این هستش که شما اعتقاد داشته باشی به ولایت مطلقه فقیه. باید اعتقاد داشته باشی، التزام عملی داشته باشی. نداشته باشی که اصلا نمیتونی عضو حزب ببین اصلاح طلب باشی. شیلا جان، من یه غیر مطلب از به شما اینه. بگم. ببین حتی این اصلاح طلبها انقدر خنده‌دار و کمدین که موضعی جلوی تحریم انتخابات نداشتن تا کی؟ تا زمانی که لیست شورای نگهبان اومد بیرون و اینا متوجه شدن 100% دیگه تو انتخابات تایید صلاحیت نمیشن. بعد اومدن، بعد شروع که الان همین الان هم میترسن با صحبت کنن. یعنی همین الان مثلا حزب باران و نمیدونم محمد خاتمی و امثالهم اینا جرئت ندارن بیان بگن ما تو انتخابات شرکت نمی‌کنیم. بلا فاصله قبل از این آقای خامنه ای صحبت میکنه، میاد میگه که آقا کسی حق نداره بیاد بگه انتخابات رو تحریم میکنیم. اینا هم میگن چشم قربان. چون اینا هنوز امید دارن که تو جمهوری اسلامی بتونن نون و نوایی داشته باشن. اصلاح طلب که نمیتونه صحبت از راشون نمیده براندازی آخه. بابا بکنه. خامنه ای کلن از زمانی که رئیسی رو برگزید، این دفعه رئیسی نظرش نزدیکتر بود، از بعد از رئیسی دیگه تصمیم مشخص شد یک دست کردن حکومت و اون افرادی که دونه بدونه کنار گذاشتن افرادی بودن که من شمای نوعی تا 100 سال آینده فکرشو نمیکردیم اینا کنار گذاشته بشن. بنابراین بحث اینجاست که شاید هم واقعا یه عده‌شون انقدر چی بگم به لحاظ عقلی یه خورده مشکل داشته باشن به لحاظ درک و شعور که بابا شما خیلی وقته که از بازی رانده شدید و از سر سفره انقلاب خامنه‌ای مهمانی رو بر شما تعطیل کرده. این رو واقعا باید احمق باشن تا الان نفهمیده باشن. حالا من باورم اینه که اکثریت میدانند، اما همچنان منافع مالیشون در اینه که خودشون رو به احسن حزب اصلاح خانم طلب شیلا، هنوز بچسبونن. من به شما بگم ببینید اصلاح طلبها، من اگه شد یه دفعه ثبت شرکت ها رو برای شما و دوستان میخونم که بدونید همین الان بدنه اقتصادی کشور یه دست خیلی زیادیش دست همون اصلاح طلباست. هنوز اینا که نمیتونن با خود، آخه مار که نمیتونه دوم خودش رو نیش بزنه که. یه افتخاری هم من داشتم تو این کلاب هاوس، یه آقایی به اسم کوروش رشیدیان، همسر خانم نگار استخر، تو این فضا اومد و به قول معروف خب اصلاح طلب دیگه کاملا. ما تونستیم با موفقیت، اینم من افتخار میکنم که از وقتی که اومدم، چه اون موقعی که به قول معروف با این دوستان برانداز صحبت هم نمی کردیم و دایره اقتصادی خودمون بودیم، من از همون اول باشون مخالف بودم. ما با افتخار کلاب کوروش رشیدیان رو از صحنه خارج کردیم و عرض به خدمت شما تو پیوی ایشون هم خیلی مسائل برای ما روشن شد. یعنی وقتی که آیدی ایشون 24 ساعت دست تیم سایبر ما افتاد، خیلی از ارتباطات ایشون مشخص شد. خیلی از دعواهای سوری که اینا ران میکردن بین انقلابی‌ها و خودشون مشخص شد و آقای کوروش رشیدیان کلا این فضا رو بوسید و رفت کنار. یعنی دیگه اصلا نتونست ادامه بده. اینم گفتم من خدمت دوستان بگم که اینم جز افتخارات خودم میدونم که تونستم این جریان رو یه سیلی خیلی محکمی بهش بزنم. این آقای رشیدیان چند دفعه اومد اینجا صحبت کرد با کمک شخصی به اسم سعید طوفانی که اینا مجددا میخوان برگردن و ارتباط دارن با این انقلابی‌ها و جبهه پایداری چیای اینجا، که رضا من به آقای پرویزی رو سعید طوفانی فراموش هم کردیم. رضا پرویزی هم یادتون بله، نره رضا ایشون. پرویزی، اینا کلا شیلا اینا از رده خارج شدن. بعد خیلی جالبه کوروش رشیدیان میاد میگه که البته ایشون اصلا قابلیت فنی نداره ولی کلاب منو زده. خب بالاخره ما قابلیت فنی داریم یا نداریم آقای رشیدیان؟ اینم گفتم بگم در مورد اصلاح طلبها که واقعا کثیف‌ترین بازی رو تو بعد از انقلاب با مردم همین اصلاح طلب. ببینید شما اصولگرا مشخص خطش، میگه آقا من انقلابی ام، فلانم، عاشق رهبرم، دوست دارم علی رو ببینم ماچ میکنم، این چیزا. ولی اصلاح طلب مهره بسیار بسیار خطرناکیه که شریک دزد و رفیق غافل است. اینم گفتم که به اون جماعت اصلاحاتی بگم که این سیلی رو هم خلاصه خوب خوردید از ما و ایشون یکی از ناراحتیاش این بود که چطور 3 سال بایگانی اتاقاش از بین رفت.
ما حتما این کار ما کسی که بدونیم ضد مردم هست اقدام ازش انجام میدیم. خیلی هم زیاد صحبت بکنن این اصلاح طلبها، من شروع میکنم این پی اماشون رو، شاید خیلی اخلاقی هم نبوده، اینا رو من منتشر میکنم که بهتون بگم که همین انقلابی نماها با این انقلابی چیا و جبهه پایداری چه اتاقای ران کردن که مردم رو سر کار بذارن، در حقیقت مردم ذهنشون خسته بشه و این بازی رو برای اینکه مردم رو ناامید کنن شروع کردن و پس من ایشون توجه کلا شما رو جلب میکنم به اون آقایی که توجه میکنی به اون آقا و اتاقاش که تمام تا زمانی که از حمله 7 اکتبر حماس دقیقا به شیلا، اسرائیل بود. ببخشی میونه آره، کلامت، دقیقا خواهش میدونم همون آقایی که توجه میکنی ای کاش حالا لااقل یک اندک دانشی هم میداشتن در مواضعشون، در به هر حال مدیریتی که میکنن. ببینید من با شخصیت حقوقیشون دارم الان صحبت میکنم، نه با شخصیت حقیقیشون، چه بسا شخصیت حقیقی بسیار شریفی داشته باشن که قطعا هم ایشالا همینطوره، اما در جایگاه یک فعال و کسی که اتاق میزنه، ببین تمامی تحلیلایی که از 7 اکتبر و عملیات تروریستی وحشیانه حماس به مردم اسرائیل اتفاق افتاد و هر روز اتاق میزدن و هر روز سعی در تطهیر حماس داشتن و تمام تلاششون این بود که بگن که حق داشتن، اینا حق داشتن این کارو بکنن، باید میکردن، نمیدونم این اتفاق بالاخره دیر یا زود میافتاد. و بعد میگفتن که محال ممکنه که اسرائیل حمله بکنه به غزه، اگر حمله بکنه هم میشه گورستان اسرائیلیا. الان 2 ماه گذشته، تقریبا 2/3 باریکه غزه شخم زده شده، تا به معنی واقعی کلمه شخم زده شده، یعنی ابدا دیگه کار از جنگ گذشته. و شما دیدید که نه جمهوری اسلامی کاری کرد، نه حزب الله کاری کرد، نه کسی دیگری کاری کرد. و این همون دقیقا یادم میاد روز اول من رفتم تو اتاقشون، 8 اکتبر بود اولین رومی که زده بودن و گفتم که اسرائیل نابود خواهد کرد حماس رو. البته حماس به عنوان یک ایدئولوژی نابود شدنی نیست، چون نه فقط حماس، هیچ ایدئولوژی رو تو نمیتونی نابودش بکنی، اما سازوبرگ نظامی حماس قطعا نابود خواهد شد. منو انداختن پایین، به من خندیدن. امروز داره اون اتفاق میفته. ای کاش بدونیم که در چیزی که تخصص داریم فقط حرف بزنیم. خیلی وقتا امیر منتظر عزیز اتاقهایی میذاره در مباحث اقتصادی و لطف میکنه منو دعوت میکنه، بارها خودش الان هست، گفتم آقا من اصلا نمیفهمم این چیزایی که تو میگی. بعضی وقتا من میگه نه بیا مثال بزن، مثلا اونجایی که زندگی میکنی مالیات چجوریه، میگم ولی اینی که تخصص در مثلا من اصلا نمیفهمم بورس چیه. یه کاری رو آدم باز کرده باشه، یا باید تحصیلات آکادمیک داشته باشه یا باید تجربی. آره تو الان به من بگو من میخوام در ریاض یا در دبی یه شرکت بزنم، من نیم ساعته برات جیک و بوکش رو توضیح میدم، اما بلد نیستم که مثلا بودجه چجوری بسته میشه، اقتصاد باید چجوری باشه. خب آقای ایکس که هی میگی توجه میکنی، من جای تو بودم دیگه بعد از داستان غزه اصلا دیگه اتاق نمیزدم، چون دیگه اعتبار آدم از بین میره. تو اون روزا شیلا شما نبودی، ولی نمیدونم آیا در این روم از این عزیزانی که الان روی استیج هستن کسی هست که در اون روم ها باشه یا نه. از من میپرسیدن خب تو اینم بگم من یه سالی اصلا نبودم، یعنی شنونده بودم اگرم میومدم، ولی چون این بعض مسئله حماس که پیش اومد، خب احساس کردم من اون رو خوب میفهمم، بلدمش. دوباره اومدم اگه مقدار اکتیو شدم توی کلاب هاوس. توی این مسئله خب من اونجا یه مقدار بلد بودم، اومدم حرف زدم. شمایی که نمیدونی، شمایی که اطلاعات کافی نداری، مجبور نیستی که بخوای اتاق بزنی و بعد اینجوری آبروت بره. اون اول ازم میپرسن آیا این یک در واقع خود اسرائیلی ها آیا در جریان بودن که هیچ کاری نکردن برای اینکه بهونه داشته باشن؟
من چه جوابی میدادم؟ میگو یا روسیه آیا دستش تو کاره؟ میگفتم والا من به عنوان یه آدمی که تو اون به هر حال حرفه خودم، به عنوان یه ژورنالیست حرفه اولم و چیزی که خیلی بهش علاقه‌مندم، جرئت نمی‌کنم بخوام موضع گیری بکنم، جرئت نمی‌کنم بخوام یه همچین حرفی رو بزنم بگم مثلا آره اسرائیل در کار بوده دستش یا نه. چون که کسی که اگه اینو بگم آره فردا نه ثابت بشه دیگه من اعتباری ندارم تو این داستان. ولی خب اینو متوجه نیستن، حالا یا تجربه ندارن، ولی این به نظرم بی تجربگی نبود، این عمدی بود. یعنی این یک پروژه‌ای بود که بیان بگن حماس دمش گرم، حماس هیچ کاره است، حماس این کارو باید میکرده، دیر یا زود این اتفاق میافتاد، وای مردم غزه کشته شدن، وای فلان. منم هی میگفتم آقا برید ببینید همین فلسطینیا چقدر از من و تو ایرانی متنفرن، کسی اهمیت نمیداد. ولی خب الان دیگه ثابت شد. ببخشید اومدم وسط حرفت شیلا جان. من عذرخواهی میکنم دوستان، من یه خبر فوری رو دارم، اگه اجازه بدین کوتاه اعلام بکنم. بعد از آقای منتظرم خواهش میکنم اگه اجازه بدم من لینکش رو میذارم بالا در رابطه با همین کتابی که آقای بهنام بهشتی نویسنده‌ای که اصطلاحاً مرجع قرار داده بودن. من یه مقدار داشتم سرچ میکردم آقای متوجه خسرو، شدم که من لینک بالا رو حذف کردم که شما اون لینک رو میخواین مرسی. بذارید. من واقعیت متوجه شدم که دوستان توجه کنن، خیلی مهمه. نویسنده این کتاب در حقیقت یکی از اعضای نزدیک به مجاهدین خلق خانم مریم رجبی هست. من الان یه دونه آرتیکل از ایشون میذارم که مجاهدین خلق نوشته‌های ایشون رو به عنوان مرجع قرار میدن. مشخص میشه بار دیگه که این آقای بهنام بهشتی در حقیقت پروژه مستقیم مجاهدین خلق هستش. من الان لینک رو برای شما دوستان میذارم. مرسی. اگه وای عالی ترین خبر رو دادی. مرسی ممکنه یه آقای فرصتی هم به ما بدید، دمت گرم که خسرو، آفرین. یه فرصتی هم اگه لطف کنید. من فقط یه مطلبی بگم خدمت امیدخان سفری. من همین الان یه لینکی گذاشتم توی اون گروهمون، صحبت آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای. گفته آقا مسئله فلسطین به خودشون مربوطه، ما دخالت نمی‌کنیم. حالا اینا کسایی بودن که میگفتن برید جلو، برید تو شکم اسرائیل، ما از پشت هواتون رو داریم. خواستم بگم که این دوستان خلاصه لنگ این ولی فقیه نباشید. همین بچه‌هایی که سپاه و بسیج و اینا کار میکنن دوستان، تو اون بزنگاه همه اینا پشت شما رو خالی میکنن. عین این همین چند روزم قضیه امیر، غزه. این چند روزم یه عده کفن پوشیده بودن رفته بودن میگفتن انتقام این یارو که کشته شد و بگیریم. نمیدونن بابا. خود سیدی خامنه ای گفت سخت. خفه شید بابا، حرف نزنید.